در شهر حصار سهم صاحبکاران محلی در کارهای آبادانی و بنیادکاری خیلی نظررس است، زیرا با شرافت استقلالیت دولتی تطبیق سیاست اقتصادی حکومت مملکت و عملی کردن برنامه دستگیری دولتی صاحبکاری برای پیشرفت فعالیت ساحه‌های مختلف جامعه تمام شرایط ضروری فراهم گردیده است. در جواب به این توجه دولت و حکومت مملکت در سمت تامین رشد شهر و دهات کشور، سالی روان در مرکز و دهات شهر حصار از 700 انشاءات تعیناتی گوناگون با سهم صاحبکاران نزدیک به 200 انشاءات خدمت رسانی و معیشی ساخته شده، ساختمان باقی مانده انشاءات دیگر ادامه دارد. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار ساختمان 767 انشاءات به نقشه گرفته شده. تا این جانب 261 انشاءات ساخته به استفاده سپرده شده. در سال 2020 ساختمان 219 انشاءات آغاز گردیده است. از آن 100 انشاءات در جشن 29 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده مرحله به مرحله به استفاده سپرده می شود. باید گفت که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار شماره چنین کارخانه و انشاءات‌های بزرگ خیلی افزوده است که با به استفاده دادن آنها صدها جایهای نوی دائمی کاری تشکیل می شوند. تا امروز از طرف مؤسسه ما در کوچه‌های پروتکل شهر حصار زیاده از 50,000 گل‌های لاله شناندیم که بسیار نشونمای خوب و زیبا داشتند و 30,000 گل‌های صدبرگ رنگارنگ شناندیم که به امروز همه کوچه‌های ما را زیبا گردانده ایستاده‌اند. 150 عدد درختان همیشه سبز شناندیم. ما مردم شهر حصار امروزا جد و جهد به خرج داده ایستاده‌ایم که این جشن استقلالیت را به یک روحیه بلند، یک خوشی و خرسندی و زیبایی پرستی پیشواز گیریم. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر حصار در یکجایگی با صاحبکاران مقصد دارند جهت بهتر کردن خدمت رسانی ساحه اجتماعی من بعد نیز کارهای سازندگی و بنیادکاری را ادامه دهند. از نوسازی و تعمیر راههای دهات و کوچه‌های شهر نیز از جانب مسئولین متشکلانه جریان دارد. عین زمان در شهر حصار زیاده از 70 کیلومتر راهها را از تعمیر برآوردیم و در این شب و روز تعمیر با سرعت ادامه دارد. با جلب بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار راههای بین دهوی و بین شهری با جلب صاحبکاران زیاده از 10 کیلومتر راهها به نقشه گرفته شده است که اسفالت پوش هم نماییم. ساکنان این گوشه کشور در عزم آنند که جشن‌های ملی کشور از جمله 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظررس استقبال گیرند.